بدون شک افغانستان سرزمین شگفتی‌های طبیعی و قلب تپنده مناظر جغرافیایی منطقه و قاره آسیا است. زیبایی‌های جغرافیایی و طبیعی این کشور از بدخشان تا میمنه، از کندهار تا غزنی، از بامیان تا کابل و از نورستان تا پنشیر و لغمان دیدنی، گوارا و قابل توصیف است. اما در این میان بدخشان به خاطر داشتن پارک ملی واخان که دومین پارک ملی کشور پس از پارک ملی بند امیر ولایت بامیان است، با کوههای بلند و سربفلک و رودخانه‌های سرشار و خروشان برجستگی و درخشندگی خاص خودش را دارد که به غنامندی فرهنگی و گردشگری کل کشور افزوده است. حضار محترم، اجازه دهید با اقتراب از فرصت و ابعاد فرهنگی، تمدنی، اقتصادی و اجتماعی مبحث گردشگری به صورت مختصر اشاراتی داشته باشیم. در بعد فرهنگی تمدنی، مطالعات تاریخی از تمدن انسان و ساختارهای سیاسی و فرهنگی گذشتگان که بر رشته تحریر در آمده و نسل به نسل انتقال یافته نشان می‌دهد که گرایش انسانها به سفر کردن و سیر سیاحت و گردشگری با انگیزه‌های مختلف از جمله تفریح، تماشای جاذبه‌های گردشگری، استفاده از مزایای زندگی و شگفتی‌های طبیعت، تجربه اندوزی و عبرتگیری روز به روز در حال افزایش است و این روند همچنان ادامه دارد.